بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت همه همراهان گرامی و استاد یوسفی قرایی عزیز. وارد جلسه 17 از مجموعه تاریخ تحقیق اسلام شدیم و مباحث سال 13 هجری و مرگ ابوبکر و جانشینی عمر رو استاد پی میگیرن. استاد در خدمتتون هستم، خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اونی که عرض کردم تکرار کنم. بالاخره در صحبت تعیین خلیفه دوم به وسیله وصیت وصل پینه‌ای خلیفه اول که عمر از زبان خلیفه اول ابوبکر در لحظات آخر عمرش نوشت و جای نام خلیفه را ابوبکر گفته بود خالی بگذارد که او از حرص این که نکند فوت بشود نام خودش را نوشت و وصیت را بر ابوبکر خواند. ابوبکر حالا بنابر نقل ابوبکر اعلام نارضایتی نکرد و بنابراین مثلا سکوت او امضا تلقی شد و بنابراین وصیت را برای تعیین خلیفه کافی دانستن، در صورتی که برای تعیین خلیفه اول میگفتن وصیت پیغمبر کفایت نمی کند و حتما باید به صورت شورایی سقیفه مثل شورای سقیفه بنی ساعده تشکیل بشد و بالاخره عنوانش شورایی و اختیاری و انتخابی باشد. حالا فعلا رفتیم سر اوائل خلافت خلیفه دوم عمر و در واقع آخر خلافت خلیفه اول ابوبکر و تصرفی که ابوبکر در سهم مؤلفت قلوبهم از مصارف زکات در آیه قرآن انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفت قلوبهم وفي الرقاب الى آخر سهم مؤلفت قلوبهم رو ابوبکر مثلا به اجتهاد خودش گفت که این مال اون وقتی است که پیغمبر اکرم محتاج به کمک دیگران در مسائل اسلامی در پیشرفت اسلام داشت، اما الان دیگه احتیاجی نداریم، الان دیگه اسلام قوی شده است و نیازی به کمک دیگران نداریم و لذا سهم مؤلفه قلوبهم را به این اجتهاد کنار گذاشت، یعنی اون چیزی که مورد نص صریح قرآنه. حالا اینجا تتمه‌ای دارد که شاید این دو نفری که عیینة ابن حصن و اقرع ابن حابس، این دو از زعمای بنی فزاره و بنی تمیم، پس از مدتی که از سهم مؤلفت قلوبهم محروم شده بودند، نزد ابوبکر آمده و گفتند در منطقه ما زمین شوره‌زاری و بی آب و علفی هست که اگر صلاح بدانید آن را به ما بدهید تا شاید ما در آن کشاورزی کنیم و خداوند از آن نفعی به ما برساند. عمر در این جمع حاضر نبود. ابوبکر رو به حاضران مجلس کرد و پرسید چه میگویید؟ یعنی از صحابه پیغمبری که حاضر بودند، چه میگویید؟ گفتند اشکال ندارد. پس ابوبکر نوشته ای در مورد این زمین به آنها داد، آن را پیش عمر بردند تا بر آن نوشته برای ایشان گواهی دهد. او آن را گرفت و در آن آبدهان سرازیر کرد و پاره اش نمود و این دو داد و فریاد به راه انداختند و به عمر ناسزا گفته. آنگاه پیش ابوبکر رفتند و پرسیدند ما نمیدانیم که تو خلیفه هستی یا او، یعنی یا عمر؟ ابوبکر در جواب گفت بلکه او اگر بخواهد خلیفه خواهد بود. پس از آن عمر با خشم و غضب آمد و جلوی ابوبکر ایستاد و گفت بگو بدانم که آیا این زمینی را که به این دو داده بودی مال توست یا همه مسلمانان؟ جواب داد معلوم است مال همه مسلمانان. پرسید پس چرا فقط به این دو نفر دادی؟ جواب داد با کسانی که در اطرافم بودن مشورت کردم. پرسید آیا توانستی با همه مسلمانان مشورت کنی، رضایتشان را بگیری؟ ابوبکر گفت من گفته بودم که تو در بر عهده گرفتن این امر توانمندتر از من هستی، اما تو بر من غالب شدی. از خلال همین حوادث فهمیده می شود که عمر معاون اول یا نائب رئیس نسبت به ابوبکر بوده عملاً. مسئله دیگری که در این مورد مطرح هست حد سرقت مکرر هست. حد یعنی
عقوبت معین در اصل شریعت، در مقابل تعزیر یعنی عقوبت نامعین محدود، یعنی حدودش نامعین است و موکول به نظر ولی امر است، اون را میگن تعزیر. اگر حدش در اصل شریعت مقرر شده باشد می شود حد. حدود و تعزیرات. بیهقی در سننش با سند خود از ابوالقاسم ابن محمد ابن ابی بکر، یکی از یعنی فرزند کوچک خلیفه اول ابوبکر به نام محمد ابن ابی بکر که مادرش اسماء بنت امیس بود، یعنی زن حضرت جعفر طیار که در جنگ موته در اواخر عمر پیغمبر اکرم شهید شد و زن او بعد از او ابوبکر از او خواستگاری کرد و او را به ازدواج خود در آورد و لذا محمد ابن ابی بکر فرزند این اسماء بنت امیس است. اما چون ابوبکر هم چیز چندان زیادی در حیات نبود که فوت کرد، یعنی 2 سال در حیات بود که فوت کرد و لذاست که این فرزند با مادرش به خانه امیرالمؤمنین منتقل شدن. یعنی بعد از ابوبکر این دفعه امیرالمؤمنین برادر جعفر طیار، یعنی برادر شوهر سابق اسماء بنت امیس، از او خواستگاری کرد و او به ازدواج امیرالمؤمنین درآمد و فرزند او محمد ابن ابی بکر، فرزند ابی بکر، با مادرش به خانه امیرالمؤمنین منتقل شد و لذا در خانه و در زیر سایه امیرالمؤمنین بزرگ شده بود و لذا امیرالمؤمنین درباره او میفرمود محمد ابنی من صلب ابی بکر، محمد پسر ابوبکر فرزند من است، از نظر تربیتی فرزند من است گرچه از صلب ابوبکر است. و لذاست که این محمد ابن ابی بکر از وفاداران خالص شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام از کار درآمد و لذا آخرش با دست عمرو عاص از طرف معاویه در مصر، چون از طرف امیرالمؤمنین قبل از مالک اشتر به ولایت مصر فرستاده شده بود و عمرو عاص او را کشت و در شکم درازگوش مرده‌ای او را به آتش زد اون جسد محمد ابن ابی بکر را. و لذاست که خواهرش عایشه دختر ابی بکر بعد از شنیدن این خبر که معاویه با برادر او چنین کرده است، لذا گوسفند، سر گوسفند، کله پاچه یعنی نمیخورد. این اون رسم عرب بود که اگر کسی ازشون کشته شده بود و تقاص خونش را نگرفته بودن کله نمیخوردن، کله پاچه نمیخوردن. و بالاخره بله این محمد ابن ابی بکر در واقع به دست عمرو عاص از طرف معاویه کشته شده بود و در صورتی که از شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام بود. در جنگ جمل امیرالمؤمنین او را فرستاد که خواهرش عایشه را از میان هودج جمل، هودج شتری که عایشه برش سوار بود در جنگ جمل بصره، او را از هودج بکشد بیرون و ببرد در خانه‌ای در بصره او را سکنا بدهد تا بعد امیرالمؤمنین درباره او تصمیم بگیرد. و وقتی که دستش را در میان هودج برد به سر خواهرش عایشه که او را بکشد از هودج بیرون، عایشه جیغ و داد و فریادش بلند شد، کیست جرأت کرده است دست به سوی ناموس پیغمبر دراز می کند؟ و محمد صدا زد که ساکت باش، من برادرت محمدم. و او گفت الخبیث ابن الطیب، یعنی پسر خبیث، پسر شخص طیب یعنی ابوبکر. و او به عکس جواب داد، محمد ابن ابی بکر گفت بله طیب ابن الخبیث، من طیبم و پدرم ابوبکر طیب نبوده، خبیث بوده است. حالا اینا قضایای تاریخی است که در فاصله بین ابوبکر و علی علیه السلام و این فرزندی که از ابوبکر مانده بود و در خانه امیرالمؤمنین بزرگ شد. استاد چند سال یکی که ام فروه مادر امام صادق علیه السلام از نوادگان محمد ابن ابی بکر بوده؟ بله، اما از فرزند دیگرش عبدالرحمن، نه از این فرزند. و عبدالرحمن هم چون مورد مؤاخذه معاویه قرار گرفت که برای ولایت عهدی پسرش یزید با معاویه بیعت کند و این قبول نکرد، زیر بار نرفت، با معاویه برای ولایت عهدی یزیدش بیعت نکرد و لذا از طرف معاویه با عوامل سری
در لابلای کوههای مکه با عصای مسمومی روی پایش گذاشتن، فشار دادن، پایش را سوراخ کردن و مسموم بود و لذا یکی دو روز بعد فوت کرد و لذاست که در واقع از او در تاریخ نوشتن قتل فی ظروف غامضه، در یک ظرف تاریک مبهمی کشته شده است. نمیخواستن صریحاً بگن که به دستور معاویه کشته شده و لذاست که در واقع این حدیثی که حالا ولدنی ابوبکر مرتین، این از زبان امام صادق علیه السلام که من از دو راه به ابوبکر میرسم، این از طریق ما شیعه نقل نشده، از طریق اهل سنت نقل شده و اگرم فرزند صحت داشته باشد در واقع اشاره به این دو طریقه، یعنی دو فرزند ابی بکر، یکی محمد ابن ابی بکر، یکی عبدالرحمن ابن ابی بکر و هر دو به دست معاویه کشته شدند و لذا امام صادق علیه السلام در واقع میگه اینها چون مقاومت در برابر ظلم معاویه برای ولایت عهدی فرزندش یزید کشته شدن که انه مورد، اگر صحیح باشد حدیث، مورد افتخار معاویه مورد افتخار حضرت امام صادق علیه السلام قرار گرفته، نه به افتخار انتهای نسب به ابوبکر، بلکه به اعتبار اینکه این دو فرزند ابوبکر زیر بار ظلم معاویه نرفتن و برای او، برای ولایت عهدی فرزندش یزید بیعت نکردن. بریم یه سال کوتاه دیگه. خود عمرو محمد بن ابی بکر رو در ترکستان شهید کرد، یعنی که عواملش خودش دقیقا کشته؟ بله، یعنی اون فرمانده بود، وزیر فرماندهی او محمد ابن مسلمه انصاری که اونم مدعی بود که از صحابه پیغمبر اکرم از انصار مدینه است و از طرف معاویه در مصر بود و او از عمرو عاص استقبال کرد و او معاون عمرو عاص قرار گرفت و به دستور مستقیم او محمد ابن ابی بکر به این وضع فجیع یعنی کشتنش، از بین بردنش، سوزوندنش در واقع، بعد از البته کشته شده. بریم. خیلی یه سوال دیگه هم داشتم. این جلسه به عکس شد، یعنی به جای اینکه سوالات در آخر باشه، سوالات اول شد و بعد جلسه اینا. خب بفرمایید. شما دوستان مبحث محمد بن ابی بکر رو مطرح کردن، یاد آمد اینکه دلیلی که پس از ابوبکر، به قول اصفهانی‌ها ابوبکر، شوخی می‌کنم، دلیلی که امیرالمومنین پس از شهادت برادرشان با اسما ازدواج نکردن به خاطر زنده بودن حضرت فاطمه علیه السلام بود در اون مقطع. این در هیچ روایتی، در هیچ خبر معتبری نیامده، حتی در خبر نامعتبر، یعنی در یک خبر ضعیفی، مرسل، مرفوع، مقطوعی، منسوب به ائمه علیهم السلام نیامده و چیزی که دربارش از ائمه علیهم السلام بیانی وارد نشده و مربوط به حال اونها باشه، جرئت نمی‌کنیم ما از پیش خودمون تحلیلی بکنیم، تحلیل گمانی، تحلیل احتمالی. برای چه ضرورتی داره که ما مثلا تحلیلی بکنیم که تضمینی بر صحتش از سوی ائمه علیهم السلام نباشه، اونم راجع به حالات خودش. خیلی ممنونم، بفرمایید. خیلی خوب، پس از آن جواب عمر رو خوندیم. بله، حالا رفتیم سر حد سرقت. بیهقی در سنن با سند خود از ابوالقاسم ابن محمد ابن ابی بکر نقل کرد ابوبکر در مورد دزدی تصمیم گرفت که پایش را پس از قطع یک دست و پا قطع کند، اما عمر گفت بلکه سنت این است که دست قطع بشود، نه پا. بله. سپس تفصیل آن را از صفیه دختر ابو عبیده چنین نقل کرده است: مردی در زمان ابوبکر یک دست و پایش به خاطر سرقت قطع شده بود، او دوباره دزدی کرد و ابوبکر تصمیم گرفت که یک پایش را قطع کند و دستش را باقی بگذارد تا با آن خود را تطهیر کند و کارهایش را انجام دهد. ولی عمر گفت نه، قسم به آن که جانم در دست اوست، باید دست دیگرش قطع شود یا دست دیگرش را قطع کنید.
و بدین ترتیب دست او را قطع کردند. خب از این بگذاریم. اینم نقل از سنن بیهقی است که البته مرحوم علامه امینی در کتاب گرانسنگ الغدیر 11 جلدیش در جلد 7 این مطلب رو نقل کرده است. البته اینا به عنوان این که این آقایون به نظر خودشون به خودشون اجازه میدادند که به نظر خودشون عمل کنند در مقابل احکام شریعت، یعنی که انه جرأت میدادند به خودشون که حکم خودشون در جواد و در ردیف حکم خدا و حکم قرآن کریم و سنت نبوی باشد. وقت با یه همچین وضعیت دیگه چه جای توقع این هست که برای خلافت خلاف حکم پیغمبر اکرم کاری نکرده باشند؟ و از احادیث مواریث استاد یه سوال کوتاه، اینکه شاید چه سوالا یادم میره، اینکه در من این یادتون بنده خدا گفت که به مادرش گفت که ننه من نون میخوام. گفت قربون چیشای بادومیت برم، من حالا نون از کجا بیارم؟ گفت آره بادومم میخوام. حالا نقل این سوالاتی که غالبا سوال قبلی بله سرنخی میشه برای سوال بعدی. بفرمایید. من فهم کنم ادامهش نفرد این که آیا عمر بود یا ابوبکر بود که تیمم رو بلد نبود و خاک قلب میزد خودش؟ عمر بود. عمر. اوکی همین. عمر و عمار تصادفاً در یک سفرکی با هم بودن و عمار یاسر تیمم کرد، اما عمر تیمم به صورت غلطان کل بدنش را در خاک مالید. بله از عمر این چیزها بله خیلی بعید نیست. سپس تفصیل آن را صفحه اینو خوندیم. بله و از احادیث مواریث سنت بر این بود که پدر میت خواهران و برادران میت را از ارث مانع میشد. پدر بود دیگه، مدعی بود. اینا همش نشانه های پدر سالاری معروف. اما جده را محروم نمی کرد، یعنی مادر بزرگ را، و او را در 1/6 یعنی سدس مال شریک می کرد. از این رو از حسن بصری که اینم در واقع از موالی ایرانیان است که به مدینه برده شده بود و به ملکیت ام سلمه همسر محترم پیغمبر اکرم بعد از خدیجه کبرا در اخبار اهل بیت علیهم السلام احترام بعد از خدیجه از زنان و همسران پیغمبر به ام سلمه نهاده شده و این حسن بصری از غلامان او بود و بعد در بصره مسئله گوی مردم شد و لذا معروف شد به حسن بصره. حالا دستش کجا بودیم؟ و او را در 1/6 شریک می کردن. از این رو از حسن بصری روایت شده است سنت درباره جده یعنی مادر بزرگ مشخص شده بود، ولی ابوبکر جده را همانند پدر قرار داد، سپس مردم را مخیر گردانید که به این حکمش عمل بکنن یا نکنن. حالا اینا نمونه هایی است برای اینکه ما بفهمیم، یعنی وقتی که برای اون مسئله میشد که عجب چطور این همه انصار و اصحاب پیغمبر اکرم بعد از پیغمبر اکرم غدیر را نادیده بگیرن و به رأی خودشون عمل بکنن، اینا نمونه های دیگری است که نه تنها اونجا به رأی خودشون عمل کردن، در خیلی از احکام و مسائل دیگر هم همین کار کردن، به خودشون جرأت دادن که اظهار نظر در ردیف نظر خدا و پیغمبر بکنن. بله یعنی خلیفه در این مورد با سنت مخالفت کرد، یعنی با سنت نبوی، سنت پیغمبر اکرم. سپس مردم را مخیر گردانید که به سنت برگردند و با او در طرفداری از جده و عدم توجه به برادران مخالفت ورزند. وی علاوه بر این مورد درباره جده نیز امر را برعکس کرد، گویی که مردم جده پدری را از ارث محروم می‌کردند. از این رو وقتی جده‌ای پیش ابوبکر آمده و از او خواست تا سهم وی را از ارث بدهد، در جواب گفت چیزی برای تو در کتاب خدا و سنت پیغمبر ندیدم، صبر کن تا از مردم در این مورد سوال کنم. مردم یعنی صحابه. مغیرة ابن شعبه جانب این زن را گرفت و شهادت داد که پیغمبر صلی الله علیه و آله 1/6 را به جده یعنی مادر بزرگ میداده است. گوی ابوبکر به این ثقفی یعنی مغیرة ابن شعبه ثقفی
مغیره درست است نه مغیره، صحیحش مغیره است. مغیره اسم فاعل از غارته، غارت یعنی غارتگر. مغیره بن شعبه قبل از اسلام غارتگر بوده و این اسمش بر او ماند حتی بعد از مسلمان شدن، با اینکه پیغمبر اسمهای اینطوری رو بعد از مسلمان شدن افراد تغییر میداد، پیغمبر اسم مغیره را تغییر نداد و این در واقع نشانه ای بود از پیغمبر که این حیاتش بعد از اسلام تا قبل از اسلام تفاوت چندان زیادی نمی کند و همینطور هم شد. اسم معاویه هم عوض نکرد، اونم معنای جالبی داره. معاویه هم احنف ابن قیس تمیمی شیخ عشیره بنی تمیم بصره وقتی که بعد از صلح تحمیلی معاویه بر امام حسن علیه السلام ناچار شد رفت پیش معاویه، معاویه به او گفت که احنف یعنی پاکج و مثلا احنف ابن قیس تمیمی، یعنی این بهانه از اسم احنف گرفت. احنف هم جرأت داد به خودش برگشت گفت که و هل معاویه الا کلبه عوت فاستعوت فقیل معاویه. معاویه هم در عربی یعنی سگی که، البته زن، سگ ماده‌ای که او کرده است و مردم او او را متوجه شدن و لذا به او گفتن معاویه، یعنی کلبتون عاویه، یعنی سگ ماده‌ای که او میکند. این را احنف ابن قیس به معاویه جواب داد در جلوی مردم و لذا مردم به معاویه گفتن خب چرا به یه شیخ عشیره اینطور بی احترامی میکنی که اونم جرأت کنه جلوی مردم به تو بی احترامی کنه. حالا برگردیم. یعنی خلیفه در این مورد باشن. وی علاوه بر این مورد درباره جده نیز امر را برعکس کرد. اینو خوندیم. از این رو وقتی جده‌ای پیش ابوبکر آمد و از او خواست تا سهم وی را از ارث بدهد، در جواب گفت چیزی برای تو در کتاب خدا و سنت پیغمبر ندیدم، صبر کن تا از مردم در این مورد سوال کنم. مغیره بن شعبه جانب این زن را گرفت شهادت داد که پیغمبر 1/6 را به جده میداد است. گویی ابوبکر به این ثقفی اعتماد نکرد، با اینکه یا اینکه به این شهادت یک نفر اکتفا نکرد و از او خواست که بینه شرعی بیاورد. بینه یعنی شهادت 2 نفر عادل. محمد ابن مسلمه انصاری ادعای مغیره را تصدیق کرد، همونی که بعداً قاتل محمد ابن ابی بکر شد به کمک عمرو عاص در قاهره مصر. البته قاهره قدیم یعنی فسطاط، اسمش فسطاط بود که خود عمرو عاص اونجا را فتح کرده بود و دستور داد این شهر فسطاط را ساخته بودن. فسطاط یعنی خیمه بزرگ فرماندهی مربع مستطیل، چارگوش دراز. و چون اونجا بود که آمدن گفتن ساختمان شهر تمام شد و اسمش را چه بگذاریم، و عمرو عاص به اعتبار اینکه در فسطاط نشسته بود گفت اسمش را فسطاط بذاری. اما بعد وقتی که فاطمیان اسماعیلی با وزیرشون فرمانده نظامشون زاگرب، جوهر زاگرب حوض بالکان و عرب ها اون وقت به زاگرب میگفتن سقلب و این جوهر سقلبین، این وزیر فاطمیان اسماعیلی بود و اینها اسم اون فسطاط را به دشمنی با مثل عمرو عاص از طرف معاویه، چون اینا مدعی بودن شیعه بودن گرچه شیعه شیش امامی بودن، بالاخره به دشمنی از اونها حاصل نشدن اسم فسطاط عمرو عاصی ادامه پیدا کند و لذا به اسم خلیفه خودشون القاهر بالله العباسی اسمشو قاهره گذاشتند. منشأ نام قاهره از اونجا. حالا ما چه تاریخی داریم میخونیم؟ تاریخ ابوبکر رو میخونیم یا تاریخ قاهره و یا فاطمیان اسماعیل؟ آقا استفاده میکنیم. خیلی من تا حالا نمی‌دونستم چرا قاهره دلیلش چیه، خیلی برام جالب بود. از این وقتی جده این بحث خوندیم به این محمد ابن مسلمه انصاری ادعای مغیره را تصدیق کرد و پس از آن ابوبکر برای این زن 1/6 را قرار داد. اینم ببینید با احکام خدا چطوری بازی میکردن. هم منشأ همش برمیگرده به همین که جرأت میدادن به خودشون را، حکمشون رو، رأیشون رو، نظرشون رو در ردیف نظر خدا و پیغمبرش قرار بدن. بریم سر چند تا نقل اصلا هست که در زمان حیات پیامبر اکرم که ابوبکر چند بار
چند بار چیکار کرده؟ چند بار آیشه رو کتک زد جلوی یا پیامبرکت سکن مانع بشن. یه بار سوار شتر بودن داشتن میرفتن به سمت فکر کنم حج بود یا جایی بود آیش. یه بار هم به خونهشون دیدن. خواسته منظورم که آیا به زنان دیگه هم خشونت فیزیکی داشت مثل عمر؟ یاد نه از عمر بیشتر نقل شده، مثلا در گریه در فوت خالد ابن ولید در مدینه خبرش رسیده بود، اینا گریه، زنها جمع شده بودن گریه میکردن و عمر اینا رو زد و تارمار کرد، حتی پراکنده خواهر کرد. ابوبکر هم با شلاق زد تو همون و فز من جالب بود. گریه گذاری از خانه ای، از زنان خانه ای بلند میشد و صدا به بیرون میرسید، عمر کسی را میفرستاد که وارد اون خانه بشود و زنان را متفرق کند، یعنی بزند بیرون کند. جده در اینجا بین جده پدری و مادری مشترک است و در این خبر معین نشده است که کدام مقصود است و شاید که این زن مراجعه کننده جده مادری بوده و ابوبکر این حکم را فقط برای جده مادری تشخیص داده است. از قاسم ابن محمد ابن ابی بکر روایت کردند دو جده پیش ابوبکر آمدند، او میخواست که یک ششم را برای جده مادری قرار دهد و در بیانی دیگر آمده است او یک ششم از ارث را به جده مادری اختصاص داد و جده پدری را محروم کرد. عبدالرحمن ابن سهل حارثی گفت تو ارث را به کسی دادی که اگر میمرد این میت یعنی دامادش از او ارث نمیبرد و کسی را محروم کردی که اگر میمرد و این میت زنده بود از او ارث میبرد. پس از آن ابوبکر یک ششم را برای هر دوی آنها قرار داد. حالا میبینید با دین خدا چیکار میکنن؟ و در نوشتن و نقل حدیث، یعنی مطلب دیگری که از بدعت‌های اینهاست، طبیعی است که نقل چنین اخباری مورد رغبت دستگاه حاکم نبود تا چه رسد به تدوین آنها، ثبت و ضبط آنها. شاید که وجود چنین اخباری و تلاش ابوبکر برای حفظ شرعیت سیاسی بلکه دینی خلافت او را واداشت تا در جمع مردم بگوید شما احادیثی را از پیغمبر نقل می کنید و در آن اختلاف پیدا می کنید و شاید نسل‌های آینده اختلاف شدیدتری در این احادیث پیدا کنند. بنابراین هیچ حدیثی را از آن حضرت نقل نکنید و هر کس از شما در این مورد سوال کرد بگویید کتاب خدا بین ما و شماست، پس حلال آن را حلال و حرام آن را حرام بشمارید. اینم نگاه کنید به ابوبکر و روایت حدیث در کتاب من تاریخ الحدیث، یک کتاب حدود 100 و اندی صفحه من در این مورد نوشتم و به عربی چاپ شده، من تاریخ الحدیث حتی عهد معاویه، و اینجا حواله به اون کتاب است. و در نوشتن و نقل حدیث طبیعی است که اینا خوندیم. بله، حال باید پرسید که آیا در حلال و حرام کتاب خدا چگونگی خلافت پس از رحلت پیغمبر با نص صریحی وجود دارد؟ نص صریح فقط در احادیث پیغمبر است که این هم به گمان ایشان باعث اختلاف می شده است. اگر از این رو حق نداشتن حدیثی را بیان نمایند و میبایست بگویند کتاب خدا بین ما و شما وجود دارد اگر که پیغمبر از آن نهی کرده باشد. ظاهرا وی پس از آن که تصمیم به جمع آوری و تدوین احادیث نبوی گرفته بود از این کار پشیمان شد. او با 500 حدیث را جمع کرده بود و میخواست که آنها را تدوین کند، ثبت و ضبط کند، اما در یکی از شبها در شبی به خوابی دچار شده بود، به بیخوابی دچار شده بود و در این مورد زیاد فکر کرد. عایشه میگوید من بسیار نگران بودم، پیش خود گفتم حتما به علت درد یا مطلب مهمی این گونه در بستر میغلطد و به خواب نمیرود. پس از آن که شب را به صبح آورد گفت دخترم حدیث هایی را که پیش تو گذاشته بودم بیاور. آن را آوردم و او تمام آنها را آتش زد یا به آتش کشید. و این در همون کتاب من تاریخ الحدیث یوسفی قرمی، النصر والاجتهاد مرحوم سید عبدالحسین شرف الدین و تدوین و سنت شریفه از آقای آصد محمد محقق معروف آقای آصد محمد رضای حسینی جلالی اشکبری، حسینی جلالی کشمیری. بله، این اقدام آغاز سختگیری در نقل حدیث و منع از کتابت آن بوده است. وفات ابوبکر و جانشینی عمر. طبری از واقدی، از زهری، از عایشه و از برادرش عبدالرحمن ابن ابی بکر روایت کرده پدرش ابوبکر در 7 جمادی الثانی
که روز بسیار سردی بود غسل کرد و در نتیجه به سرماخوردگی مبتلا شد و 15 روز در خانه، یعنی 2 هفته در خانه بستری شد و برای نماز خارج نشد. در این روزها عمر به جای او نماز می‌خواند، نماز جماعت یعنی، و مردم به عیادتش می آمدند و عثمان در کنارش بود و نامه‌های او را می نوشت. سپس از واقدی با سند خود نقل کرده است ابوبکر با عثمان تنها بودند. در این حال به وی گفت که بنویسید بسم الله الرحمن الرحیم، این حکمی است از سوی ابوبکر به تمام مسلمانان. اما بعد در این حال بیهوش شد. عثمان نوشت همانا من عمر بن الخطاب را خلیفه شما قرار دادم. اون مختصری که اول بحث در دیباچه بحث من به عنوان مختصر بحث نقل کردم، اشتباهاً گفتم نام نویس خود عمر بود، در صورتی که الان متن خبر تاریخی معتبر را میخونم که نام نویس عثمان بوده. عثمان نام عمر را نوشت بدون اینکه ابوبکر تصریحاً بگوید عمر. و همانا من عمر بن الخطاب را خلیفه شما قرار دادم، کسی را بهتر از او برای شما ندیدم. پس از لحظاتی ابوبکر به هوش آمد و به عثمان گفت آنچه را نوشته ای بخوان. او آن را خواند. ابوبکر گفت میبینم که خوف آن را داشته ای که اگر از این بیهوشی بیرون نیایم مردم دچار اختلاف شوند. گفت بله همینطور است. پس ابوبکر نوشته او را تأیید کرد. اینا یک حزب واحدی بودن، حزب سیاسیون مهاجرین مکی. اینها حزب واحدی بودن و از قبل با هم دیگه سر این موضوعات توافق کرده بودن. نه اینکه مشورتشون فقط مال شورای سقیفه بنی ساعده بوده، نه، از قبل هم دیگه قبل از وفات پیغمبر اکرم اینا هم دیگه رو دیده بودن و با دیدن یکدیگر و توافق یکدیگر موضع گیری های خودشون را گزینش کرده بودن، تصمیم های خودشون را گرفته بودن. بله، امیرالمومنین علیه السلام در اون چه که به نام خطبه شقشقیه خونده می شود اشاره به این مطلب دارد، یعنی در واقع سومین خطبه نهج البلاغه. اما خطبه نبوده است. خود مرحوم شیخ صدوق که اصل خبر را نوشته است و مرحوم سید شریف رضی از او در نهج البلاغه نقل کرده، خود مرحوم شیخ صدوق روایتی را که برای این خطبه به اصطلاح نقل کرده است خطبه درش نیست. درش هست که امیرالمومنین علیه السلام بعد از رسیدن خبر قتل فجیع محمد ابن ابی بکر در مصر به امیرالمومنین در کوفه، بر امیرالمومنین خیلی سخت گذشت و لذاست که خبر وضعیت امیرالمومنین، حال امیرالمومنین به ابن عباس در بصره رسید. ابن عباس اول نامه خدمت امیرالمومنین فرستاد تسلیت عرض کند، اما به ابن عباس گفته شد که چه نشسته ای که این نامه تغییر حالی نسبت به امیرالمومنین نداد و امیرالمومنین در حال ناجوری است. و لذاست که ابن عباس 500 کیلومتر راه را از بصره تا کوفه آمد تا کنار امیرالمومنین در مقام تسلیت دلداری امیرالمومنین براید. و وقتی که صبح شد امیرالمومنین دست او را گرفت و بیرون کوفه به شهر حیره برد. حیره در واقع نزهتگاه کوفیان بود، جای مثلا خوشگذرانی خوش آب و هوای کوفیان بود. هر وقت از اهل کوفه می‌خواستن جایی برن یه هوایی تازه کنن میرفتن به حیره. حیره و کوفه و نجف 3 نقطه متوازی دیگر را تشکیل میدادند. حیره شهر ساخته شده نعمان ابن منذر لخمی، پادشاه حیره، در بین یعنی دست نشانده خسروان ساسانی در سر بیابان عرب ها، بیابان صحرای حجاز در واقع بودن و امیرالمومنین دست ابن عباس رو گرفت برد اونجا و نشست به درد دل و در میان درد دلش این صحبت ها رو کرد. اما والله لقد تقمصها ابن ابي قحافه وانه لا يعلم ان محلي منها محل القطب من الرحى ينحدر عن السيل ولا يرقى الي الطير الى اخر حدیث امیرالمومنین. ولذا من در کتابم ننوشتم خطبه امیرالمومنین، خطبه شقشقیه، بلکه نوشتم حدیث شقشقیه.
و همین درست است و اون خطبه درست نیست. امیرالمومنین هیچ وقت امیرالمومنین که خودش این همه تقیه میکرد و این همه دستور به تقیه میداد اینطور نبود که یعنی خطبه ای خلاف، اگر این خطبه خلاف تقیه نباشه پس چه خلاف تقیه است؟ و امیرالمومنین قول و فعلش دوتا نیست، قول و فعلش یکیه، نه اینکه قولش یک چیز باشد فعلش چیز دیگری. و بالاخره این خلاف متن خبر است. متن خبر میگه فجلس و قال، نه اینکه میگه رق المنبر و خطب، نمیگه خطبه خوان. خب برگردیم، حالا میبینید چه اشتباهاتی واقع میشد در لابلای ریزهای تاریخ. اصلا اینجا که خیلی تلخه، اینجا ابوبکر میگه که ترسی که مردم دچار اختلاف شوند و میگه کار چه نشاشته که دقیقا پیامبر اکرم همین جمله رو گفتن که چیز دوات و قلم بیارین که من بعد از هرگز دچار اختلاف نشین، دقیقا همین واژه و اینا گفتن یه جور، یعنی هم پیامبر اکرم به حضیان اونجا بی احترامی کردن، یعنی این اختلاف اونجا دقیقا دیگه عمل کرد. اونجا نظرشون جوری دیگه بود، اینجا هم نظرشون جوری دیگه شد. سبحان مقلب القلوب والابصار. گفته شده است که عمر در حالی که حکم در دستش بود از پیش ابوبکر از نزد ابوبکر خارج شد. مردی از او پرسید این نامه چیست ای ابو حفص؟ حفص همون زن پیغمبر، دختر عمر. جواب داد نمیدونم. عجب، نمیدونم یعنی که میخواد مخفی کنه. آن مرد گفت اما به خدا قسم من میدونم اگر تو نمیدونی که در آن چیز در آن سال تو او را به امیری رساندی و امسال او تو را امیر کرده. میبینید مردمم خیلی چغندر نخورده بودن. ابن شازان البته این در فارسی شادانه، اما اینا متاسفانه کار عرباست. عربا تا یک کلمه ای را که از غیر عربی به عربی میخواستن منتقل کنن تا سر و دست و پاش را نمیشکوندن اینا عربی حساب نمیکردن. حتما شادان مثلا قاعده درست کردن براش که شادان فارسیه، بنابراین برای اینکه عربی بشه دالش را زال کنید، حرف بی نقطه را نقطه دارش کنید. این میشه یه قاعده تعریب و قاعده براش درست کردن که الکلمه اعجمیتون فاصنع بها ما شئت. این کلمه چون اصلش عجمیه هر طور دلت میخواد بخون، قاعده نداره، قاعدش همین است که بی قاعده باشد. و بله، ولذاست که در اول رساله های عملی توضیح المسائل که ابتدا برای مرحوم آیت الله بروجردی نوشته شد اما بعد دیگه تطبیق شد با فتاوای علمای بعدی و الان توضیح المسائل همه علما، همه فقها، همه مجتهدین مراجع تقلید، مدعیان مرجعیت، همهشون توضیح المسائل دارن، یعنی این رساله عملیشون به همون نام رساله است که برای مرحوم آقای بروجردی تهیه شده بود. حالا این در این رساله وقتی که میرسد به قرائت نماز میگه که اهدنا صراط را به 4 وجه میتوانید بخوانید، با صاد و سین و دال و تا، این 4 وجه و هیچ اختلافی هم در این مسئله نیست. این مسئله مورد اتفاقه. چرا؟ چون الکلمه اعجمیه، چون صراط کلمه عربی نیست، صراط کلمه یونانی است. یونانیان به راههایی که سنگ فرش بوده از سنگ‌های قلب سنگ‌های نسبتاً درشت کنار یکدیگر ردیف می‌کردند و راه می‌ساختند، مثل راه سنگ فرش کاخ بله این در چیز کاشان، بله کاخ درش مقتل مرحوم میرزا محمد تقی خان امیرکبیر در کجا کشته شد؟ باغ فین کاشان. باغ فین کاشان راهش همینطور، راههای میون درختانش همینطوریه، یعنی سنگ فرشه. اینا را یونانیا اول برای کاخهای یعنی ملوکشون، پادشاهانشون درست میکردن و بهش میگفتن ساراد با سین و الف و دال و بعد به عربی منتقل شده و شده صراط. خب برگردیم دوباره ها رفتیم تو قرائت ها این دفعه. بس یه چیز عجیب‌تر من مطرح کنم که عرض کنم توی بحث رساله عملی گفتید در قاجار مثلا چه کار میکردن عموم مردم؟ از همین مثلا
یعنی علمای عصر قاجار، یعنی سوالا اینا به چه صورت رساله عملی نبود، همین مثلا از همین تماز از مسئلهشون میگفت مثلا. از اوایل صفویان وقتی که علمای جبل عامر رو دعوت کردن، فراخوان کردن، از جمله مرحوم پدر شیخ بهایی را، شیخ وقتی نوبت به شیخ بهایی رسید، شیخ بهایی به پیشنهاد شاه عباس صفوی یک رساله عملیه‌ای نوشت به نام جامع عباسی. جامع یعنی جامع مسائل، همطور که الان هم یه نوع رساله هست به نام جامع المسائل که اتفاقا یکی از رساله های مرحوم آیت الله گلپایگانی هم به همین نام بود. البته ظاهرا جامع الفروعش کرده بودن. بالاخره در این کتاب جامع المسائل که در واقع رساله عملی مرحوم شیخ بهایی بود، همینطور هی رساله ها در زمان علمای بعد هم ادامه پیدا کرد تا حتی الان ما نمونه های رساله های عملی زمان شیخ انصاری هم داریم و همچنین رساله های عملی مناسک حج را مال شیخ انصاری یا قبلش یا بعدش. بالاخره رساله های عملیه از اولین رساله عملی که همین جامع عباسی مرحوم شیخ بهایی باشه که البته به فارسی نوشته شد، این اولین کتاب فقهی است که به فارسی متنش به فارسی نوشته شد، این همطور ادامه پیدا کرد. اینم روزه مختصر رساله ها. خوبه. استاد پس رساله عملیه مرحوم آقای بروجردی چه چیزش خاصه؟ تو میگین که امتداد داشته دیگه. ایشون 7 رساله داشت به کوچیک و بزرگ و اکثرش سوال و جواب بود. حضرت آیت اللهی چه میفرمایند اگر چنین شود چه شود، چه کند مثلا، و فرمود فرزند عزیزم چنین میکند مثلا. و لذاست که خدا بیامرزد یه شیخ حاجی بادی نجف آبادی به نام حاج غلام حسین رحیمی این رساله های آقای بروجردی رو جمع کرد و به قلم روز به صورت مسائل شماره گذاری شده، مسئله 1 و 2 و 3 و الی آخره، و از صورت سوال و جواب درش آورد، به صورت ماده قانونی درش آورد و خدمت مرحوم آقای بروجردی تقدیم کرد. آقای بروجردی گفتن که من که با این سنگینی مرجعیت که نمیتونم خودم برسم، با خودم اعتراف میکنم که مسلط بر قلم روز نیستم، ولذا کسی که از یک طرف مبانی فقهی مرا داشته باشد و از طرف دیگر بشناسیم که او آشنای با قلم روز هست، آقای لطف الله صافی گلپایگانی است. بدید به ایشون تطبیق کند با رساله های من که شما میگید از رساله های من در بردین، تطبیق، اگر تطبیق کرد و گواهی کرد منم امضا میکنم. ولذا ما نجف بودیم که اولین توضیح المسائل آقای بروجردی به دست ما در نجف رسید. ایشون اونجا نوشته بود که بنابر آنچه بسمه تعالی، بنابر آنچه که بعضی از موثقین نزد این جانب گواهی کرده اند، این رساله عملی با فتاوای این جانب مطابق است، عمل به آن مجزی و مبرئ الذمه است. حسین طباطبایی بروجردی. روزه خوب شد، تموم شد یا نه؟ پس یعنی اون جنبه شماره گذاری کردن مسائل و بروز کردن و بابندی ایناش مثلا نوآوری بود، چون هی گفته میشه ارجاع داده میشه، نمیدونم نوآوری دقیقا چی بود. و همین بود که از صورت سوال و جواب و متفرقه و به زبان فارسی قدیم در آمد و به زبان نسبت به قلم روز و به صورت ماده سوال، نه اینکه سوال و جواب باشد، مسئله یعنی شماره مسئله گذاشته شد و مطلب نوشته شد و این شد مایه جدید رسائل عملی بعدی. استاد اسم یعنی لقب شام در اون رساله ظاهرا حجت الاسلام نوشته شد، ولی بعدا این القاب بیشتر و وسیع‌تر و اینا شد به مرور. مرحوم آقای بروجردی در همون رساله اولش هم توضیح المسائلش هم مطابق با فتاوای حضرت آیت الله ظاهرا عظما حاج آقا حسین طباطبایی بروجردی، ولی این چاپ اولش بود که به دست وکیل تام الاختیار ایشون آقای شیخ نصرالله خلخالی به نجف اشرف رسیده بود که او قبل از آقای بروجردی وکیل تام الاختیار آصف الحسن اصفهانی بود و آصف الحسن اصفهانی ارجاع احتیاطاتش را به 2 نفر بعد از خودش، یکی در نجف اشرف یکی در قم، در نجف اشرف مرحوم امیرزاغای استحباناتی شیرازی و در قم حسین طباطبایی بروجردی، ارجاع به این دوتا کرده بود و لذاست که مرجعیت بعد از
مرحوم آستاب الحسن اصفهانی منتقل به مرحوم، البته بیشتر به مرحوم آیت الله بروجردی شما. خب خیلی کافیه ممنون یا که هست. گفت که هم کافیه هم وافیه هم شافیه. نه بریم. بله بفرست 10 دقیقه وقت داریم، 11 دقیقه وقت. ابن شادان رو داشتیم میگفتیم که اصلش شادان است و لذا تو عربی شده شادان. البکایی ابن شادان از بکایی از ایاس ابن قبیصه اسدی روایت کرده است. از ابوبکر شنیدم که میگوید پشیمان هستم از این که از پیغمبر از 3 چیز سوال نکردم. دوست داشتم 3 کاری را که نکردم میکردم، 3 کاری را کردم ای کاش نمیکردم. پس از او پرسیدن آنها چه بودن؟ گفت پشیمانم چرا از پیغمبر نپرسیدم خلیفه پس از او چه کسی باشد. دروغ میگد اینا را برای اینکه تثبیت کند که نخیر پیغمبر خلیفه معین نکرده است، اینا دارد ادعا میکنه. و ارث جده چگونه است و حکم ذبیحه اهل کتاب چیست؟ که حالا مسلمون اگر نکشت ذبیحه را، یه مثلا در بیابانی گیر کرده بودند و حالا اتفاقا یه مسئله مضحکه‌ای بگم، سال اولی که شاید 50 سال پیش، سال اولی که برای بیان مسائل شرعی برای ماه مبارک رمضان برای اهل بعقوبه یا قصیرین بعقوبه رفتیم اونجا که بنی تمیم بودن، 3000 از بنی تمیم بودن و اینا سنی بودن و در ثورة العشرین یعنی انقلاب 20 میلادی در مقابل انگلیسی ها دفاع علمای شیعه جلب توجه این سنی ها را کرده بود. اینا همه از طرف علمای شیعه مسلح شدن در برابر انگلیسی ها یا اون وقت و لذاست که اینها از تسنن برگشتن شیعه شدن و بالاخره ماه رمضان بود، من رفته بودم برای مسائلشون، رسیدیم به این یه پیرمردی مسئله دانشون، یعنی گفت به نظر شما اگر یه زنی یه جایی گیر کرد مردش نبود مهمان برش وارد شد میتواند مرغی را مثلا سر ببرد؟ من گفتم مانعی ندارد شرعاً. گفت نه شرط دارد، شرطش این است که مثل مرد بشد. گفت تمام اهل مجلس من تعجب میکردن، گفتن چطوری؟ گفت که یه عصایی زیر پاش بذارد که مشابه با مرد بشد تا جایز باشد کشت مرغ رو بکشد. حالا شما این مسئله شرعی رو فهمیدید؟ عجیب بود. منبعش چی بود؟ برای عجیب عجیب بود. منبعش یه مسئله دان عرب بیابانی عراقی. حالا نکند تو موکب‌های عراقی هم از این کشته‌های اینطوری داشته باشن. و حکم ذبیحه اهل کتاب چیست؟ حالا به مناسبت ذبیحه اهل کتاب. و اما 3 کاری که مرتکب شدم ای کاش مرتکب نمی شدم عبارتند از هجوم بر خانه فاطمه. اینجا علیه السلام نمیشته، در صورتی که ابوبکر علیه السلام نمیگفته که. و تخلف از همراهی با لشکر اسامه و رها کردن اشعث بن قیس و به هلاکت نرساندن وی. من هنوز هم میبینم که او در صدد ضربه زدن به اسلام است. حالا ببینید چقدر ابوبکر پیشبینی های دقیقی داره. و اما 3 کاری که آنها را انجام ندادم ای کاش انجام میدادم عبارتاً از دوست داشتم که خالد بن ولید را در مورد مالک بن نویره قصاص میکردم و دوست داشتم که از لشکر اسامه تخلف نمی کردم و دوست داشتم که عیینة بن حصن و طلحة بن خویلد اسدی را که مدعیان دروغین پیغمبری بودند به قتل می رساندم. اینا به نقل از کتاب ایضاح فضل بن شادان، خلاصه و خلاصه آن در کتاب الاستغاثه من بدع الثلاثه. تمام آن با اندکی تفاوت در کتاب خصال شیخ صدوق باب 3 درباره عبدالرحمن بن عوف زهری و کتاب تلخیص شافی مرحوم شیخ طوسی از کتاب شافی سید مرتضی استادش سید مرتضی علم الهدی برادر سید رضی جامع نهج البلاغه. طعن 6 از طعون بر خلیفه اول. مناقشه آن در شرح نهج البلاغه هبت الله عبدالحمید ابن ابی الحدید معتزلی شافعی بغدادی متوفی 656 هجری. و بله و این خبر در جلد 2 صفحه 45 به نقل از الکامل مبرد
آمده است. مبرد در اینجا به بعضیا اشتباها از ماده برد به معنای خنوکی میگیرن، در صورتی که نه، اینجا از مبرد به معنای سوهانی که حتی آهن رو باش سوهانی میکنن و این کارش نعل زدن به اسبها بوده، اسبها یا قاطرها، و لذاست که سر و کارش با سوهان بوده و لذا بهش گفتن مبرد یعنی سوهان زن. و ظاهرا یه 5 دقیقه از وقتمون بیشتر نمونده، نمیدونم شاید یه پاراگراف، حالا به قول غربیا یا به قول عربی مقطع یعنی همون پاراگراف، خبری از طرق مختلف از جمله از طریق زهری از عروه از عایشه. عروه پسر خواهر عایشه است، عروه پسر زبیر داماد ابوبکر، شوهر اسماء خواهر عایشه است و لذا از خاله‌اش عایشه روایت نقل میکنه. عایشه یعنی کسی که زندگی میکنه، یعنی عرب ها چون غالبا دختراشون رو زنده به گور میکردن، اگر کسی میخواست منت بذاره سر دختر بچهش او را زنده به گور نکنه، اسمشون بذاش عایشه، یعنی من بنا ندارم اینو خفه بکنم زنده به گور بکنم. این معنای عایشه است. اسما یعنی چی؟ اسما نه اون بدی نداره، اسما از سمو یعنی علو، اسما یعنی عالیه. مثلا کما که ایرانی‌ها اسم بعضی از دختراشون رو میذارن عالیه، اینا گرچه عالیه اسم عربیه، سامیه هم همون معناست و به همون وزنه. از عایشه نقل کرده است ابوبکر به تجارت مشغول بود یعنی غول بود و مشهد مشرف شده بود مشغول بود و خانه‌اش در صنح در اطراف مدینه قرار داشت و تا 6 ماه بعد از وفات پیغمبر در همونجا ساکن بود تا اینکه در مدینه ساکن شد، یعنی منتقل به مدینه شد و تجارت را کنار گذاشت تا بتواند به کارهای خلافت برسد که خرابکاری کند. برای همین در هر سال 6000 درهم برای او معین کردن از بیت المال، هنگامی که در بستر برای پیغمبر معین نکرده بودن، برای ابوبکر معین کردن که در بستر مرگ افتاد. گفت ببینید از زمانی که خلیفه شده ام چه مقدار از بیت المال هزینه کردم، آن را به وسیله زمینی که در فلان جا دارم از من بگیرید. بررسی کردند و دیدند که مبلغ آن 8000 درهم است و او وصیت کرد تا همسرش اسماء بنت عمیس که مادر محمد بن ابی بکر زن قبلی جعفر طیار بود او را غسل دهد و فرزندش عبدالرحمن بر او آب بریزد و به دخترش عایشه وصیت کرد تا او را در کنار پیغمبر دفن کند. او در هنگام غروب آفتاب یا بین مغرب و عشا از دنیا رفت و عمر بر جنازه اش نماز خواند و قبر او را در کنار قبر پیغمبر بدون اجازه او حفر کردند به گونه‌ای که سرش مقابل کتف‌ها یا پاهای پیغمبر اکرم از پشت سرش قرار گرفت. سپس قبر را مسطح کردند و بر آن آب پاشیدند و خاک آن اتاق به سرخی میزد. خاکش نوعش نزدیک رنگ قرمز بود. به سرخی میزد. اتاق کجا بود؟ چون یعنی اتاقی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه درخشان در کجا بود؟ این 3 اتاقی که الان رو به قبله حجرات بقیه حجرات پیغمبر هست، این 3 اتاق وسطی محل زندگانی پیغمبر و دفن پیغمبر، همین اتاق وسطی. یعنی جو خونه بود که یعنی با عایشه بود حساب میشد یا نه؟ یا اینکه عایشه میگه که من در خانه من دفن شد؟ عایشه در حجره بعد از حجره قبر پیغمبر بوده، یعنی حجره طرف در مسجد، ولی خب دیگه حالا قرم قاطی شده فعلا. سپس قبر را مسطح کردند و بر آن آب پاشیدند و خاک آن اتاق به سرخی میزد. اینو خوندیم. سپس 2 دخترش عایشه و اسماء به همراه خواهرش فروه همسر اشعث بن قیس همراه عده‌ای از زنان برای او مجلس سوگواری برپا کردند. این کار در حجره عایشه و شاید در کنار این 2 قبر انجام میشد تا اینکه عمر آمد، در حالی که هشام ابن ولید برادر خالد ابن ولید مخزومی همراهش و تازیانش در دستش بود. او جلوی درب حجره ایستاد به گونه‌ای که زنان صدایش را بشنوند و با صدای بلند آنها را از این کار یعنی نوح سرایی منع کرد، اما آنها آرام نشدند. سپس فریاد زد ای هشام، صحیحش هشامه نه هشام که عجما میگن،
داخل شو و دختر ابی قحافه خواهر ابوبکر را پیش من بیاور، کشان کشان پیش من بیاور. عایشه هم این را شنید. هشام میخواست داخل شود که عایشه گفت من تو را از ورود به خانه منع میکنم. اما حضرت زهرا هم که گفت من شما را از ورود به خانه منع میکنم، حرف گوش نکردم. برو داخل. که عمر به عکس فریاد زد برو داخل هشام که من به تو اجازه دادم. هشام وارد شد و لا اله الا الله فروه را شناخت، او را گرفت و پیش عمر آورد و او با تازیانش چند ضربه به وی زد. پس از آن زنها متفرق شدند. کافیه یا نه؟ و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و السلام علیکم. محمد عجب. مثلا هشام ابن ولید و خالد ابن ولید جوری بلدوزر این دو نفر بودن، هر جا چیز میکردن این دو بله نفر. اینا وزرای عملیشون بودن. اینا خیلی عجیب. روز مرگ عمر، روز مرگش ابوبکر عمر خواهرش رو شلاق زده. خیلی اصلا عجیب. اصلا که کلا چند تا موردی که زمان پیامبر اکرم بود که گریه زنان این رو عصبی میکرد، اینا خیلی اصلا از نظر روانی عجیبه. باعث میشد همش چند بار خیلی شلاق حمله کرد. فوت رقیه این کار کرد. در امان خدا، به سلامت. خدا حافظش. بنده عزیزان خیلی استفاده کردیم. خدا نگهدار همگی. نه من